السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، انشاءالله که ایروز ساعت 8:30 به وقت مسکو در مترو التوفینا یعنی ختم قرآن میگذره به خواستی الله در پراموی افیر میتونین که انشاءالله که گوش کنین و با دیگران برسونین یا که روان کنین تو اینکه اطلاعات قرآن انشاءالله که محروم نشون و حرکت میکنیم که انشاءالله بعد از بگیم تراویح خواندن حرکت میکنیم که در پراموی افیر اگر که خداوند استطاعت داد قوت من داد حرکت میکنیم که انشاءالله تلاوت قرآن از اولی سوره فاتحه شروع کرده تا سوره ناس هر روز یک پاره یا یک نیمه بخونین با همراه ما تکرار کنین تو اینکه انشاءالله که از ثواب محروم نشین. که الله سبحانه و تعالی فرمودن که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، در این ماه مبارک در این ماه رمضان الله سبحانه و تعالی قرآن نازل کرده است تو اینکه ما و شما قرآن را بخوانیم انشاءالله و راهنمایی ممکنه قرآن انشاءالله از قرآن یعنی به تلاوت قرآن انشاءالله در هر حرفش ما یک ثواب میگیم، یک ثواب بدل بده هست. الله محروم مگردانه. حرکت کنیم با تلاوت قرآن وقت خود را سر کنیم و روز قیامت این قرآن شفاعتگری ما و شما باشه. خب دوستان عزیز، زمتون خواهش با دیگران برسانین که ادام که قرآن خوانده میتوانین حرکت کنین که با تلاوت قرآن بخوانین، با تلاوت قرآن باشین این ماه مبارکه و روزه حرکت کنین. کسانی که بیمار هستن حرکت کنن روزه بگیرن، الله سبحانه و تعالی شفاش میده. تنها به خاطر الله. بعضی انسان هستن که بهانه میکنن که ما جلود که دردیم دیگه و دیگه نمو درد داریم. اگر انسان خالص به خاطر الله دست سحور بخیزه و دست به دعا کنه که پروردگار مرا شفا بده و من میخوام که ماه شریف رمضان روزداری کنم به مثل دیگه بنده هات، میخوام جمله صائمین باشیم، میخوام که روز قیامت انشاءالله که با همراه اهل روزدارا بخیزم. یعنی از الله سبحانه و تعالی طلب دعا بکنیم. الله سبحانه و تعالی دعای هر یک از ما شما را انشاءالله که اجابت میکنه و روزه انشاءالله که سبب عفو گناههای هر یک از ما شما باشه و انشاءالله که امیدوار هستیم که روزداری میکنیم و حرکت کنیم که انسانانی که بیمار هستن پیش سحور دست به دعا کنیم، از الله طلب کنیم، تهجد بخونیم، نماز نافله بخونیم، 5 وقت نماز در وقت بخونیم، با عبادت الله سبحانه و تعالی مشغول باشیم تا اینکه الله سبحانه و تعالی برای ما و شما رحم کنه و ما را شفای کامل و عاجل عطا فرماید. هر انسانی که بیمار است والله که عین حال ماه شریف رمضان ماه فرصت که فرصت ما و شما دست ندهیم، با دعا باشیم، با عبادت الله باشیم تا اینکه الله سبحانه و تعالی گناههای حرکت ما و شما را عفو و مغفرت کنه و شفای کامل و عاجل عطا فرماید. بسیاری خواهران و مادران میان سبحان الله، مادران کلان سال هستند با مانیکور پدیکور گفتی که با مجه و بالا و با دیگه چیزها قتی میان. این روز فرصت است که سبحان الله دست به دعا کنیم، طلب عفو و مغفرت کنیم و از الله طلب کنیم که شفا ممته. بسیار خواهران میان میگن که ابراز اختان تغییر بدین، برین مانیکوراتون بگیرین، مجهاتون بگیرین، قاشاتون نچینین تا اینکه الله برای شما رحم کنه، خداوند شفاتون بده. و نه، اونها نمیکنن این کارو. میاین میخونیم الحمدلله جناشون میبرن میگم ما بس میکنیم این کارو. از بن چند میگذره که با جینشون میزنه میه با همو حال احوال قطعا دافعه دیگه ما نمیخونیم اون گونه انسان ها را. انسانانی که عبادت الله دور میشن نمیخونیم شون، انسانانی که نماز نمیخونن نمیخونیم شون، به خاطر الله نمیخونیم شون. ما هر کاری که ما هست به خاطر الله هست، به خاطر الله خواندیم شو، باز به خاطر الله نمیخونیم شو، به خاطر که عبادت الله محرومن. انسانی که نماز نمیخونه او را خواندن بی فایده های، فایدهش نمیکنه. الله شفا میفرماید برای انسانان مؤمن، مؤمنان واقعی، مؤمنان حقیقی که هستند با عبادت الله مشغول هستند، مؤمنانی هستند که با الله باور دارند، با گفته های الله سبحانه و تعالی عمل دارند. خداوند هر یک از ما و شما را شفای کامل و عاجل عطا فرماید و برای راست هدایت و عطا فرماید. باقی در امان الله باشین، با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.